خب من منتظرم که اسنپم بیاد برم به سمت ترمینال. خب من بلیطمو گرفتم 480 تومن تا تکابه. یه ساندویچ هم گرفتم طبق معمول، ناهار نخورده اومدم. خدایی فکر میکردم مسموم شم ولی خیلی خوشمزه بود ساندویچ مرغش. بچه‌ها من چون توی ماشین خیلی با گوشی کار میکنم، حالا یا اونایی که میخوان تو ماشین فیلم ببینن، این قرص خیلی خوبه. برای کرمان رفتنی گرفتم خوردم، اصلا اسمش معلوم شد، اصلا تهوع اینا نمیگیرید. چی اسمش؟ دیمن هیدرینات 50. اینم توشه این راه بنده، یه دونه M&M عزیزم به همراه یه انبه خورد کرده که حالمون بد نشه تو با. یه مامان بزرگ کنارم نشستن، هم لقمه کتلت دادن، دوزه به هم دسرم دادن. این کوبونیت بیزم من نشستم دارم چایی میخورم، این هم اومد پیش من نشست. بله کوچه اقامتگاه، لوکیشن اون پایین میزد، منم پایین پیاده شدم. لا بریم بالا. سگ نیاد، یه سگ گنده اون پایین بود، آخر سر این سگا خودم به باد میدن. وای آسمون چیه داره حرف میزنه؟ عجب آسمونی. جون پدرت سگ نیاد، نمیشه تو این سربالایی دوید. بالاخره 11 شب بنده رسیدم اقامتگاه. با ویوی زندان سلیمان بریم صبحونه بخوریم. خب اینم صبحونه بنده، اینم سالن صبحونه‌مونه، خیلی خوشگله. این برم ببینیم. بله تخم مرغ هم داشتیم توی صبحونه‌مون. اینم اقامتگاه بنده، این همه وسیله تو اون یه ذره کیف با ویوی زندان سلیمان. اینم نهار بنده، ماهی کبابی. اینم خربزه محلی. اینجا بزرگترین مرکز آموزشی مذهبی اجتماعی و عبادتگاه ایرانیا قبل از اسلامه. بریم داخلش هم ببینیم. اینم ورودی. خب ورودی تخت سلیمان 30 تومنه. اونم بره. بریم که از مسیر بازی بریم یک بار مثل آدم از مسیری که تعیین کردن برم. این همون دریاچه معروف تخت سلیمان که میگن کفش پر گنجه، ولی با توجه به شرایطی که دریاچه داره اگر اشتباه نکنم مثل این که 70-75 متر عمق داره، ولی غواصان نهایتا تا عمق 12-13 متریش تونستن برن، پایین‌تر نتونستن برن. ببینن چه خبره. چقدر بزرگه اینجا. کشورهای دیگه هم اومدن ها، یعنی کلی غواصای خوب اومده ولی نمیتونن برن پایین‌تر. ایشون راهنمای مجموعه هستن که من خواهش کردم بر ما انفرادی بیان صحبت کنن. اینم یه کاخ. پس من شنیده بودم اینجا پایتخت اشکانی‌ها بوده که اینجا آثاری که افاده کردن بیرون آثار قدیمی ایرانی و ساسانی. چون 60% مجموعه پیرن زیر خاکی. آه چه جالب. مثلا مجموعه 12 هکتار، یعنی از نصف هم کمترش از زیر خاک اومده بیرون. اینایی که الان ما نگاه میکنیم همین قسمت ها اینا هم از زیر خاک اومده بیرون. چه جالب. اینا همه انقلاب حفاره کردن. حالا این مجموعه هم خود اداره میراث ما داره حفاره کاوش میکنه، مرمت هم بازسازی انجام میده.
اینا باغ و کاخ ایلخانیا است. اینم کاخ شکار ایلخانیا. شکار باشون بود که در شکار انجام میدن. مثلا کلوب کو برن چه حیوانی رو شکار کنن شکار. این شیرمونی نمایشگاه مثلا قبلا مجلس و قرولتایشون بود تصمیمات ایلخانیا روش آجر چیدن؟ اون مرمت برن قرار اون سخت مرمته. آره. اون برداشت میشه سخت بشه. یه برداشت میشه سخت به گم بده میاد. این هم رفاق و محل اسکان دربار ایلخانیا است که فعلا چوبان به عنوان حائل به نگهدارنده زده که اینجا دوباره مرمت و بازسازی میشه. حالا ایلخانیا دوباره یه مقدار آثارشون رفتن پشت آتشکده پشت معبد که فضا بود مسجد و حمام اینا رو میسازن. حمام ایلخانیا مسجدهای دوره اسلامی رو. خب اینجا رو ببینید از نزدیک. این الان ورودی بوده که بستن؟ آها ورودیش از اون خروجی و پشتبند است بستن. این الان مثلا مرمتشونه ها، نگاه کنین 4 تا تیر تخته بستن و خداحافظ خداحافظ. میراث جهانی یونسکو مثلا. حیف. بیاین این دیگه قبه تاق کسرا و حیوان مدار عراق بخش کوچکتر از حیوان مدار که ارتفاع 19 اهل نزدیکی آستانه 12 متر خیلالی بود. حالا این پایم سالم بود ریخته به خاطر برفای سنگین، ولی به خاطر اینکه یکی پای حفظ بشه این داربسته رو زدن که به عنوان حفاظ نگهداری بشه. حالا تخت پله های زیگزاگ زدیم. این ایوان دوباره در حال مرمت بازسازی که به شکل اولیه برش گردونده میشه. حالا من عکس اولین ایوان خسرو براتون نشون بدم که شکلی بود. آخه کاش اون موقع می اومدیم میدیدیم. یه راستا و کنار کار کنم مالوچی. معلومه. بله. ببینید دیگه ما ایرانی ها این بودیم. بستن دارن مرمت انجام میشه. اینجا ورودی بوده. این ورودی بوده. اینجا مرمتش هم میشه که جا دیدنی. برم یه ورودی دیگه هم داریم که یعنی میشه رفت تو؟ همش بریم. اختون بریم. این پشتبندا ببخشید من جلو میرم. نگهدارنده این پایه و ایوان خسرو بوده. آخه همیشه سقف رو بلند میگیرن. چقدر خنکه. آره همونو این سنگ فرشا کف اصلی ما بالا بود و زیر پا میلرزه. آره این هم تراز ایوان خسروست. این کف اصلی من سرک برداریم. اینجا 3-4 راههای خروجی به طرف دریاچه هست. به اصطلاح مثلا میگن شاید اینجا به عنوان مثلا خوابگاه استفاده کردن، خوابگاه بزرگان که اینجا 3-4 راههای مخفی میشه گفت دیگه. راههای یعنی باز نشده هنوز یا این همین فریا رو میگی؟ باز شده آخرش. بعد اینا راههایی که موقع مثلا قرار میگیرن میرفتن چه موقع حمله. چه جالب. خب اینم این بزنیم اینجا چی؟ ببخشید من ذره فضولم میخوام ما رو بگیرید. اینجا هم ریخته. برگردیم سنگاش ماشاءالله انقدر عظیمه یکیش بیفته. چه سنگای بزرگیه. ببین یه نمونه امضاه که آقا میگن معمارا میزدن که دستمزدشون رو بگیرن آخر کار. بله قرینی اون یکیه. اینجا مثلا ما ارتفاع اینجا رو کندیم می‌خواستیم شناش و کرسی پی دیوار نکنیم پیشو. آره فونداسیون دیدیم. آره 4 متر استقامت داره. با 1 متر پی میشه 5 متر. اینا پی رو محکم میگیرن که همیشه استحکام داشته باشه دیگه. آره یعنی هرچی چون ارتفاعش بلند دیوار بره بالا باید پی ضخیم باشه تا این هوا راحت‌تر نگه داره. چقدر پلاش
شیبش زیاده. آره پله‌اش هم شیب زیاده. خب ولش کن نریم پایین. این سوراخ‌ها چیه تو دیوار؟ اون مال همون معدن سنگار موقع است. آها. خب خیلی خوب. بدین 8 نگاه کن. بله. این خانه‌ها اشیایی دارن. خب کوچ‌نشینن دیگه. هر وقت برن به سمت چادر دارای کار کنن، چادرهای سیاه چادر. این اصالات خود رو حفظ کردن. 6-8 سالی کاری خالی است. آره. این 8 سالی یکی از این کارها و دربار محل قضا. اینا دربار کیشو داشت رو. چه جالب. اینجا که منظره زندانه. اونم گفتین چی؟ کوه طویله اون بلنده. آها بلنده. طویله است. سنگ‌های گارنت دیمانتویده. خیلی خوشگله. سنگ‌ها طبیعی خودشون تراش خورده هستن. خیلی قشنگه. معدنشون همینجاست؟ اون بالای پایه بلخیس. تا این گندم زارا دپو کردن. اونم معدن طلای زرشورانی. بزرگترین معدن خاورمیانه. بزرگترین معدن طلای خاورمیانه. اینا قسمتاییه که هنوز زیر خاکه و متاسفانه بودجه نداریم که در بیارن از زیر خاک. اوه هنوز هست؟ آره دیگه. حالا بریم از این بالا هم مساحت مجموعه نگاه کنیم. از اون ور دیوار به اون پشت دیوار که میگم باغ ساسانی یا شهرستان از اینجا بریم نگاه کنیم. چه خوب که شما اومدین. اون دوتا آقای تنهای بهشون میومد به دیوارها آسیب بزنن. از اینایی که یادگاری می نویسن. اینا هنوز یا حالا مساحت مجموعه چقدر بزرگه، چقدر زیر خاک مونده. باید این حفاریه و آوار برداره بشه که نمیشه دیگه. محبت کردن گفتن 1 دقیقه مرمت رو دست نگه دارم. خاک و خلو دارم میرزم پایین مرمت دارم میکنم که من برم از آتش کرده فیلم بگیرم. اینجا آتش کرده. دستش درد نکنه آقای. گفت الان اصلا اینجا بازدید نداره به خاطر مرمت. الان پیمان کنه از باباشو پاره میکنه. الان چی شد دقیقا دارین مرمت میکنی؟ من نمیفهمم. خاکا این بر میریزن اون بر میریزن این بر. بله اینجا یه سالن ماننده. بریم با آتش کدهش. بچه ها یادتونه رفتم کرمان آتشکده بسته بود به خاطر گرما. اینجا رو موفق شدیم بیایم ببینیم. خاطر سرما باز. آره اینجا به خاطر سرما باز. اینجا پله‌ها اینجا میگن ایوان شمالی محل تاج‌گذاریشون بود دیگه. دوره ساسانی نوشتیم اینجا رو میگن. وای چه پله‌های شیکی. تاج‌گذاری ما بین آب و آتش. این آتشکده آذرگوش هست. بزرگترین آتشکده ساسانی 700 سال 7 قرن روشن و نماد شکوه عظمت ساسانی بود. این آتشکده تمام آتشکده ها را روشن می‌کرد و مردم شاهان ساسانی که می‌خواستن به تاج‌گذاری بیان از پایتخت‌های اصلی به خاطر آتشکده پیاده می‌موندن اینجا. مسئول آتش موبد موبدا شاهان از دور نظاره‌گر بودن. وقتی می‌خواستن برن جنگ می‌موندن اول اینجا این شکوه بعد می‌گرفتن اهل رو می‌بستن بعد می‌رفتن جنگ. این آتش آذرگوش هست. این آتش اسب سفیده. ما دو تا دیگه آتش داریم. دوره ساسانی آذرترنم تو شیراز مال روحانیون زرتشتی. یکی در خراسان آذرپوزمیر محصول تیخانان کشاورزان. این از مهمترین آتشکده بود. همه آتش برهرام هم بهش میگن که همه آتشکده ها را از غرب تا شرق روشن می‌کنن.
یعنی در واقع اینجا برای پادشاه ها بوده. پادشاه ها بود. 4 تاقی مرکز آتش، تاقای گنبدی هم داشت. یه سوال، میگم ما آتیش رو میپرستیدیم یا ازش انرژی میگرفتیم؟ برامون یه نماد مثلا همین رو میخواستم بدونم. پس ما در واقع از اول خدای یکتا رو میپرستیدیم، آتش پرست نبودیم. نه آتش مقدس بود. ما رو دریچه میبینید واسه جریان هواست، یعنی طوری کار که هوا دور تا دور میشکه، رطوبت دیوار تخریب نمیکنه. بله. قسمت عبور معبد آنایتی آسوده دارن کاهی مرمت انجام میشه، به خاطر اینکه گرد خاکی آسمون نمیشه. اونجا این آتش یه 4 تاقی بود، 8 تا ستون وسط میگن حوضچه بود، زیر کانال آبراه بود، آب میومد داخل معبد عبادت و نیاش میکردن. همون جشن آبریزان اونجا انجام میشد. این الان سنگای دست نخورده مال خودشونه دیگه. اینا مرمت شده. اینا نه اینا مال خودشون کار نگاه. اصل اینا برای مرمت شده است، دور تا دور مرمت کرده. اینا مال خودشون. این چیزا برای چیه اینا؟ مربع پای سنگ‌های دوره ساختمان زیاد تشکیل است. که این کوریدورا در ورودی شاهان بود که این کاربرد دهلیزا نزدیکترین راه دسترسی به آثارا. اونی که از این در اومد داخل میخواد بره به تالار غذاخوری یا خوابگاه یا قسمت اداری، نمیری دریاچه دور بزنه، از راه ها میانبر میره، از داخل هر دمت خروجی داره. این شیروانی هم حمام میکنه، میریم از پای نگاه میکنیم حمامو از بالا هم ببینیم. بریم این همون جاهاییه که زیر خاک مونده ها، نیومدن کاوش کنن، قشنگ آجرش مشخصه یه جایی. الان شوی تاریکی هر چقدر جلوی نبه روشن میشه. وای چقدر قشنگه. اینجا چیه؟ اینا جای سربازا دیگه. وای میستادن تو اینا. هر 10 متر یا راست چپ جای سرباز میگن است. تا اونا شاهان با امنیت دریاچه دیگه. بله. یکی هم راه‌های خروج به قسمت اداری، قسمت خوابگاه جاهای مختلف ساسانیان. اوکی. شما این برگردونید به این بر میشه زیتون روش. میشه چی؟ مثل اولی نور نه از زیتون نور میشه. آره. در اصل باید به این شکل باید بیام تا نورم با ما بیاد داخل. ادامه این کوریدور هست تا نزدیک دریاچه. خیلی خنکه ها این پایین. این تابستونا خونه، زمستونا گرمه، چون دیوار از زخمی این آیرا داره کار میکنه دیگه. تابستون گرمایی می داخل، زمستون سرما. ادامهش هست، اینجا داره مرمت و سازی میشه تا بعد این خاقم بزنن. حالا ما از ایران کانالی که انجام داشتید چون آویزونیاش افتاده، این کانال جوی بود، مسیر آب بود که آب میره بین آتشان، اونه که تاق داره دودکیشون تون حمام آتش آب اونجا گرم میشه. این سنگایی که اینجا افتادن دوتا روبرون پای ستون صندلی هاشون مدرو نمی نشستن، خودشون میشستن. بعد اینا خزینه، این خزینه ها گچبری و کاشیکاری و تزیینات داشته.
اون قسمت روبرو حوضچه هست که اونجا آب بلند میکردن موقع شستشو. زیر حمام اینجا خالیه، بهش میگن گلبرو. اینجا دور تا زیرش کانال کشیه. کانال ها در نهایت وصل میشه با آتشدان اونجا. آتشی که روشن شد، گرما، حرارت، دود زیر حمام میچرخید. حمام از زیر گرم میشه، سیستم گرمایش از کف. چه جالب. سیستم گرمایش از کف داشتیم ما اون سالا. این سنگا رو تراش شدن، بعد ریزش اینا رو که ایلخانی مامان آوردن کار کرد. ریزا مال ایلخانی هست، اون سنگ بزرگا ساسانی. بریم پایین. اینجا کجاست؟ اینجا بریم تالار ستوندار، اون محل غذاخوری سلاطین ساسانی، شاهان ساسانی. ارتفاعشون بلندتر بود، 10-12 متر کمتر نبود. این سنگ فرش کف اصلی که از این پایه بوم پایه تاق‌ها هلاری داشته. دور تا داریم آب و حوضچه داشتن. آب اینجا میچرخید. الان میریم حوضچه رو میبینیم. آب که اینجا در جریان باشه اینجا خنک و تغذیه میشه. آب آرامش داده است. از اینجا این حوضچه است. از اینا زیاد آب میاد. آبریز هم داشته دور تا داره از اینا. پس آب دریاچه رو تو محوطه به نحوه اصلا پخش می‌کردن. استفاده بدیم قسمت ها. اینو میگی؟ آره. این علامت همین نقاط چاقونسو هست و آب و باد خاک آتش یا گردونه میره. شمشیر نماد قدرت ساسانی. آخه چرا هیچی دورش نیست؟ خب میام روش یه چیزی می‌نویسم. زیاد روش خاک تخریب داشتن. آره خوب کرده. آره. یه دونه مثلا آوردیم رو دوباره خاک می‌ریزیم که مثلا مردم آره همون میان یادگاری اینا می‌نویسن. آره حفظ پوش میدیم نمیذاریم کسی. خیلی قشنگه. این نماد با توجه به اینکه شبیه نماد آلمانیاست در واقع مال ماست. یه بار دیگه میگین اومدن اونجا مثلا گفتن حفاری کردن اینو پیدا کردن، گفتن نژادمون هر دو یکی آریان نژاد برتریه. از نماد ایران باستان 4 عنصر گردونه مهر آب و باد خاک آتش. بله اومدن مهمونی گرفتن فلان گرفتن. فیلم چی گفتی؟ این گنجینه تخت. خب میرم دانلود میکنم میبینم. خب این دریاچه میگن دریاچه سحرآمیزه. خب که انرژی داره، تمام انرژی مثبت داره و که مردم میان دور درچین آرامش میگیرن و همیشه کلا از همه تمام بلاه این دور میگن میداشت مردم از این بلاه. همیشه آبش همیشه هست، نه کم میشه نه زیاد. تاثیر به خواهش سالی بارندگی نداره. زمستون هم هر چقدر سرد باشه بخار درجه بیشتره. جشن مهرگان هم مهر ماهه. جشن مهرگان میدادن الان دیگه نیست. الان دیگه نکم شده یه صورت. میگن که اوج انرژی دریاچه مهر ماهه. مهر ماه هم پس باید بیایم دیگه. اینم زندان سلیمان. جانم بفرم. این مسیر برو. همین اینو. خیلی آره اونور اون آقاه بهم گفت تو تخت سلیمان بود. اون بالا رو دیگه داره برید تا ایزا برو رفتی میخواد گودالو ببینی. اول تشنه. خب انتهای فصل برو آخر سمت شهر. خب اونجا یه پنجره مانند است، اونجا راحت گودالو. دست درد نکنه. ممنونم ازت. خب بریم که زندان دیوا رو ببینیم. دست محلی هم درد نکنه. اصلا محل ندادن. من 40 دقیقه پیاده اومدم تا رسیدم روستا یه آقای موتوریه رو خفت کردم. گفتم تو رو خدا منو ببر تا این زندان دیگه با هم جون نداره.
این سنگا 100% یه بنای چیزی بوده دیگه، ولی پایین چیزی ننوشته بود. من اینقدر اومدم بالا. تخت سلیمانم اون دوره. یه مار گنده رفت این تو، منو دید. برو کرمریز، راحت باش. کرمریز اینجا. مار بزنتت دیگه. این بالا باید خودم پرت کنم پایین. یکی پیدام کنه. دستم داره میلرزه. مجبورم، میفهمین؟ مجبور. من تصورم این بود که زیر این سنگا سفته. وای داشتم میمدم پایین، زیر پام خالی شد. اصلا نمیدونم چند متر بود. اصلا جرئت نمیکنم دوباره برگردم اونور، برای اینکه نمیدونم والا. اون دو تا سگا که بهشون غذا دادم نجاتم دادن. یه عملیات نجاتم دم تخت سلیمان داشتم که یه سگ بیچاره مثل اینکه سنگ خورده بود. دهنم سرویس شد تو در آوردم. گازم هم نگرفت تازه. فکر کنم اون نجاتم داد چون خیلی بد زیر پام خالی شد. داشتم فکر کنم چاه مانند بود. عمقش چقدر زیاده. برگام پر رو که میگم منم. اینجا دیگه بالاترین سطح آدرنالین رو شما تجربه میکنید. ما یه آقا مهدی داریم، با خودمون آوردیمش، راهنمای محلی بنده. ماشینش هم داغون شد تا اینجا اومد. الان داره میبرتمون یه دره خوشگل‌ترش. آره دیگه وقتی بارندگی نیست. یعنی چی؟ یعنی جایی که بسندر شب یا اینجا خوابیم. اوه چه جالب. خواهیم بریم دور بزنیم از اون بر یه خورده عمیق‌تر ببینیم. بنده کم کلم خرابه. آقا مهدی هم داره ما رو میبره یه جا بین دو تا تخت سنگ فاصله از پایینش هم که معلومه که در راست. بپریم از این ور بپریم اون ور. خب نزدیک میشیم به محل سقوط. خب اینجا چجوری رفتی بالا؟ از اینجا بیا. خب اینجا رو میگی بپریم؟ نه اینجا رو. از اینجا نه. من میتونم نشون میدم از کجا بریم. اینجا ببین چقدر گوده. یا دیدیم میشه. خوش میترسم. آه چقدر عمیقه. بله. ها تموم شد. تموم شد. خب اصل زندان برنجه اینجاست. وای چقدر وحشتناکه. وای آره. یه جوری که مثلا اون مشتامل‌تر از همون کوه زندان یا تخت سلیمان. خیلی جالبه. راجع به اینجا میگن که حالا کت خداها با خانه‌های قدیم دشمناشون یا رعیتایی که ترپیچی میکردن به پاشون سنگ میبستن مینداختنشون اینجا. بعد اگه آدمه با اون سنگ هم نمیمرد چون نمیتونست بیاد بالا در نهایت میمرد. چقدر زیاده. پایین که نمیشه رفت. کسی رفته تا حالا پایین؟ میشه رفت، از همونجا میشه رفت پایین. نه بابا خیر ببینی.
نمیریم.